ائمه اطهار صلوات الله و سلامه علیهم روشن است. هفت سین ایرانی و سفره نوروز ملت ایران همواره به قرآن کریم منور بوده و خواهد بود. نام رضا برای ملت ایران نامی است مقدس که قلب هر ایرانی را روشن می کند. ایران سرزمین پاک رضوی و مشهد مقدس حضرت ثامن الائمه علی ابن موسی رضا علیه السلام است. قلب شاهنشاه ایران، قلب خاندان جلیل سلطنت با قلب ملت ایران همیشه و همه جا به مهر شاه خراسان روشن می باشد. شاهنشاهان بزرگ پهلوی نام رضا را دارند. رضا شاه کبیر، اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی، والا حضرت رضا ولیعهد جوانبخت ایران از خداوند بزرگ مسئلت دارد که این نام مقدس را در ایران پایدار و روشن بدارد. این نام مقدس بهترین فال نیک برای توفیق و بقای دودمان پهلوی در ظل توجه و تأیید خاص حضرت ثامن الائمه علیه السلام در راه خدمت به خلق است. ایران در دوران شاهنشاهی پهلوی